آقای گل خیلی خوش اومد به یه ویدیوی دیگه. خب اومدیم باز کال آف دیوتی، البته دفعه ویدیوشون نذاشتم ولی اومدیم کال آف دیوتی موبایل. یه چالش خیلی سخته. الان داریم میریم و دقیقا اینجایی که داریم میبینیم روشه و چون من نمیدونم اسمش چیه ولی جای خیلی سختیه دیگه، نمیشه زنده مون. چالشمون اینه که باید کل وقت زنده بمونیم. اگر زنده نمونیم باید باز این دفعه 50 تا شنا بریم. خب بریم ببینیم دیگه. من تک نفرشو دارم میرم دیگه، تیمی حال نمیده. خب سینزده دقیقه هم باید بازی، فقط باید 13 دقیقه دوام بیاریم، چون 13 دقیقه هم به بالا یه گوشه من، یعنی فیز من دیگه 13 دقیقه به بالا هم مثلا نمیکشه. دیگه دو شروع میشه، استرسی داره. اوه یا آقا سزا رو کم کنیم. بریم با اوه خب میریم بچه ها، بریم ببینیم چیکار میتونیم کنیم دیگه. آهو بیا ببیشت اینسان بریم بیا بریم که خب ای لعنتی. خب چالشمون داره جای بدی اومد، یکوش نمیمدیم اینجا ولی چالش الان سخت‌تر میکنیم. وای 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 ای میگم نوبم ما باور نمیکنیم، البته باور که قسم میکنیم ولی در آینده ای ای بجا گنده شانس هستیم. غلط کردم بگم چی؟ اوه وانشو من زدمش؟ بوره من زدمش دمم گرم ببخشید. خب ویدیو داره گرفته میشه. آره بریم یا مفصل دو تا کیلم گرفتم. باید بازی کنم، یعنی نباید فرار کنم دیگه، چون خیلی واقعا سخته اینجا. البته خیلی هایی که پرو پلیرن راحت اینجا زنده بمونم ولی واسه من یه کوچولو سخته چون من میخواین بچه خواهشم چالش یه کوچولو راحت تر میکنیم. باید غلط کردم اصلا اگه مردم یا اول خب اشکال ندارم چند شنا میرم. خیلی سریعتر از اون چیزی که انتظار داشتم تمام شد. خب مجازاتی که باید بریم ولی حالا یه دست دیگه میریم 20 تا شنا میریم، یه دست دیگه میریم اگه اینو باختیم 20 رو دراز نشست میریم. دیگه خدایی اینو نرم، خیلی مجازات سخت میشه. حالا اشکال نره سگ خورد. بریم چیه خیلی ناراحت شدم. درم و سرویسه
این قدرت داریم اینجا نمیستم. او سرعتون زیاد شد. Welcome to Alcatraz. The match is about to start. عالی. خوبه. این دست هم بریم. ایشالا این دست دیگه برنده میشیم دیگه. حس میکنم این بتل معمولی، یعنی بتل اومده. نه همون. خب این دفعه بلشون منظورم دیگه چالش نده، درمون سرویس میشه. حالا همون 30 تا دراز نشستم میریم دیگه. شنا قرار رفتیم درمون سرویس. دفعه قبل مجازات شدیم باید شنا میرفتیم. خب تفنگه خوب اومد. خدا رو شکر. این زوغا باشد ای دهن سرویس. بگیم مثلا ما خیلی خوش شانسیم. 20 تا دراز نشستم رفت. باید بریم. خب دیگه تا بیشتر مجازات نشدیم ویدیو رو همینجا تمام میکنم. تا ویدیو بعدی شاد پنرژی و خفن و فلان و چنان بمانین و مخلص شما هم هستیم و خداحافظ دیگه. خداحافظ.